وجیه عیدی، کارشناس ارشد اورتز و پروتز هستم. میخوام در مورد بدشکلی‌ها و دفرمیتی‌های سر نوزادان صحبت کنم. همونجور که میدونین جمجمه از یک سری درزها و ملاج‌هایی ایجاد شده که رشد جمجمه از این نواحی اتفاق میفته. در واقع همین درزها مانند یه مفصل عمل میکنن که رشد از این نواحی اتفاق میفته. بدشکلی‌های جمجمه در نوزادان به دو دلیل ممکنه اتفاق بیفته. یه مورد پوزیشنال یا موارد موقعیتی هستن و مورد دیگه کرانیوسینوستوز یا بسته بودن درزهای جمجمه هست. ممکنه که یک یا چند تا از درزهای جمجمه بسته بشه. وقتی این اتفاق میفته رشد جمجمه و سر از اون ناحیه متوقف میشه و در نواحی دیگه ما همچنان رشد سر رو داریم. پس اگه به سر همچین نوزادایی توجه کنیم میبینیم که مثلا اگه قسمت قدام باشه میبینیم که این ناحیه رشدش ثابت بوده و یه حالت تقعر پیدا میکنه و از این نواحی رشد سر همچنان ادامه داره. وقتی همچین حالت رو میبینیم باید حتما به جراح مغز و اعصاب اطفال مراجعه کنیم. جراح بعد از معاینه و انجام حالا یه سری سی اسکن در صورتی که قطعیت پیدا کنه که درزهای جمجمه بسته هستن باید عمل جراحی صورت بگیره، درزهای جمجمه باز میشن و اون بدشکلی که روی سر اتفاق افتاده بعد از جراحی توسط کلاه هلمت اصلاح میشه. مورد بعدی گفتیم پوزیشنال یا موقعیتی هستن که به دلیل حالا بدخوابوندن و اینکه حالا چجوری پمپرز نوزاد مرتب عوض میشه یا چجوری شیر داده میشه معمولا این اتفاق میفته. اگر مدت زمانی که نوزاد میخوابه بیشتر به حالت پشت باشه، یعنی سرش مستقیم روی زمین قرار بگیره و نوزاد دست به دست نشه، میبینیم که پشت سر نوزاد صاف هست و جمجمه از دو طرف یه حالت کشیده پیدا میکنه که به این حالت براکیوسفالی میگن. وقتی از این نمای بالا به سر توجه میکنیم سر یه حالت مثلثی شکل داره. مورد بعدی پلاژیوسفالی که وقتی نوزاد رو به یک سمت میخوابونید، حالا به سمت راست یا به سمت چپ، سر از اون ناحیه صاف میشه و از سمت مقابل اگر این ناحیه صاف بشه از سمت مقابل دچار برجستگی میشه. مورد بعدی اسکافوسفالیه که سر نوزاد از دو سمت صاف میشه، حالت صاف داره و از قدام و خلف کشیده میشه سر نوزاد و اگر از نمای بالایی نگاه کنیم یه حالت بیضی مانند پیدا میکنه. یه سری ریسک فاکتورها مثل بارداری اول، زایمان به صورت طبیعی، مخصوصا اینکه اگه از ابزارهای کمکی مثل فورسپس استفاده بشه ممکنه سر نوزادتون ببینید یه حالتی کشیده رو به بالا داره که توی این موارد معمولا تا 3 ماهگی اصلاح میشه، ولی اگه این موارد اصلاح نشد و دیدین همچنان باقی مونده حتما باید توسط پزشک اطفال و یا کارشناس اورتز پروتز مورد بررسی قرار بگیره که در صورت نیاز هلمت دریافت کنه نوزاد. بهترین زمان دریافت هلمت 3 تا 6 ماهگی معمولا هست، ولی بازه زمانیش تا 18 ماهگی قابلیت تجویز و استفاده رو داره و هرچی سن نوزاد پایین تر باشه به دلیل اینکه رشد سر در ماهای پایین‌تر بیشتر هست زودتر به اصلاح میرسیم. یکی از مواردی که باید بهش توجه داشته باشین این هست که در منزل چجوری سر نوزادتون رو چک کنید. سر نوزادتون رو حتما از نمای بالا چک کنید. از نمای بالا به سر نوزادتون توجه میکنین، شکل سر رو چک میکنین که یه حالت قرینه بودن و تناسب آیا داره یا نداره. نباید یک سمت سر صاف باشه و اگر وقتی که یک سمت صاف باشه شما حتما باید اینو توسط پزشک ببرین چک کنه. حالت چشا رو چک میکنین، چشما نباید یه حالت گود مانند داشته باشه، پیشونی نباید بیش از حد جلو باشه، ممکنه که از چشما یه حالت عقب‌تری نسبت به اون یکی داشته باشه. تو مواردی که مثلا پلاژیوسفالی داریم
گوش‌ها شیفت پیدا میکنه به سمت جلو، یکی به سمت جلو و یکی عقب‌تر میره. این موارد رو چک کنید و در صورتی که دیدین نوزادتون همچین مشکلاتی داره حتما باید معاینه بشن. روشی که برای ساخت هلمت و معاینه توسط کارشناسان ارتوپد فنی انجام میشه به این نحوه که از سر نوزادتون یه اسکن تهیه میشه، یه اسکن سه‌بعدی توسط اسکن‌های نوری یا لیزری تهیه میشه که به نوزادم آسیبی نمیرسونه. بعد از اینکه اسکن تهیه شد یه سری شاخص‌هایی ما داریم که قرینه بودن و تناسب صورت و جمجمه رو میسنجن. اونا مورد سنجش قرار میگیره و اگه در رنج نرمال نبود نوزاد نیاز داره که از کلاه اصلاحی هلمت استفاده کنه. بعد از معاینه و ارزیابی که کلاه آماده شد برای دریافت که به مرکز مراجعه میکنین یه همچین کلاهی رو به شما میدن. کلاه به این نحو اصلاح انجام میده که نواحی که یه حالت برجسته مانند روی سر ایجاد شده یه کانتکت و تماس داره و نواحی که خالی یا حالت فرو رفتگی داره یا صاف شدگی داره ما یه گپ میدیم داخل کلاه که رشد سر از اون نواحی اتفاق بیفته و اون نواحی که برجسته هستن دیگه از اون نواحی ما رشد رو نداشته باشیم. کلاه هلمت که مورد استفاده قرار میگیره باعث این نمیشه که رشد سر نوزادتون متوقف بشه. شما تو دوره‌های چکاپی که به کلینیک‌های ارتوپد فنی مراجعه میکنید رشد سر نوزادتون رو حتما چک میکنن یا اینکه اصلاح داره به چه نحوی انجام میشه حتما چک میشه توسط کارشناس. یک سری نواحی هست که روی کلاه وجود داره برای اینه که کلاه روی سر دچار چرخش نشه. اون نواحی حتما در چکاپ اولیه که میان توسط کارشناس چک میشه. قرمزی که روی صورت ممکنه روی گونه ها ایجاد بشه توسط کارشناس چک میشه. قرمزی ها حتما بعد از نیم ساعت تا 45 دقیقه باید از بین برن و در صورتی که میبینیم اون قرمزی بعد از نیم ساعت تا 45 دقیقه از بین نرفته حتما باید توسط کارشناس هلمت چک بشه و فشارها مورد ارزیابی قرار بگیره. بیرون هلمت قابلیت شستشو داره. درونش هم یه حالت فوم پلاستوسوت وجود داره که با الکل میتونین داخلش رو تمیز کنید. مدت زمان پوشیدنش در طی یه هفته تا 10 روز به 23 ساعت در شبانه روز میرسه و طول دوره درمان معمولاً بین 3 تا 6 ماه هست بسته به میزان انحراف و سن نوزادتون. ممنون بابت وقتی که گذاشتید.